سلام، من شقایقم. تمرین امروزمون تمرینات سلام بر خورشید A و B هستش که دور اول با تکرار بیشتر، موندن بیشتر توی حرکات انجام میدیم و چند دور بعدی با سرعت بیشتر به سبک وینیاسا تمرین میکنیم. سیکل کوتاهیه و خیلی مناسبه برای شروع روزتون. قبل اینکه روز رو شروع کنین سر کارتون برین، یک رو بیشتر وقت نمیگیره و قراره کلی انرژیتون رو بیشتر کنه و حس بهتری رو توی بدنتون ایجاد کنه. امیدوارم که از انجام دادنش لذت ببرید و لطفا نظراتتون رو بهم بگین. بریم شروع کنیم. برای شروع تمرینم ابتدای مت قرار میگیرم. میتونم پا رو اندازه عرض لگن داشته باشم یا بچسبونم به هم دیگه. یه نفس عمیق میکشم، چشما رو میبندم، به بدنم توجه میکنم با چشمای بسته. با چند تا نفس عمیق توجه هم رو از محیط اطراف، اتفاقاتی که برام افتاده میگیرم و به نفس هم میارم. میتونم دم رو از بینی بگیرم، بازدم رو از دهان انجام بدم و توجه حواسم رو به لحظه حال برگردونم. دستا رو مقابل قفسه سینه توی وضعیت ناماسته میذارم. توجه میکنم به فکرایی که این لحظه تو ذهنمه و احساساتی که دارم تجربه میکنم. دستا رو آزاد میکنم، دم میگیرم، دست کشش به بالا با بازدم آزاد میکنم کنار بدنم و تکرار میکنم. دم دستا بالا، بازدم برمیگردونم، دم کشش به بالا، نگاهم به سمت دستا، بازدم برمیگرده. تکرار آخر رو نگه میدارم، دستا رو میکشم به بالا، سعی میکنم زیر نافه یکم بکشم به سمت داخل و بازدم خم به جلو. خم به جلوی کامل و خم به جلوی نیمه رو چند بار تکرار میکنم. دم وقتی پشتم صافه، بازدم وقتی خم میشم به سمت جلو. دم و بازدم. دور آخر خم به جلوی کامل رو نگه میدارم، مهمه شکم برام چسبیده باشه و خم به جلوی نیمه رو برای چند نفس نگه میدارم. از اینجا کف دست رو روی زمین قدم میزنم، توی وضعیت پلانک قرار میگیرم. توی وضعیت پلانک با هر دست به شونه دست دیگه ضربه میزنم که مچ دستا گرم بشه و برای حرکات سیکلای بعدی آماده بشم. پلانک رو نگه میدارم، یه دم بازدم، زانو روی زمین، شونه جلو، سینه و چانه روی زمین. چند لحظه اینجا میمونم، پاها رو رها میکنم، دست کنار سینه و 3 بار کبرا رو انجام میدم. دم به سمت بالا، بازدم برمیگردم پایین، دم سینه و سر از زمین جدا، بازدم برگشت. تکرار آخر رو نگه میدارم، سعی میکنم شونه ها رو از سمت گوشم آزاد کنم و نفس بکشم. برمیگردم، لگن رو میکشم به سمت بالا و توی سگ سر پایین قرار میگیرم. میتونم با پاها و زانوها حرکت ایجاد کنم، درجا بزنم که عضلات پشت پا آماده بشه برای ادامه تمرینم. پاشنه یکی از پاها رو به زمین نزدیک میکنم، چند لحظه نگه میدارم و بعد میرم سراغ پای بعدی. نگاه به سمت جلو، قدم ابتدای مت، خم به جلوی نیمه و بعد خم به جلوی کامل. چند بار دوباره تکرار میکنم. با دم و بازدم همراهش میکنم. خم به جلوی نیمه رو نگه میدارم و چند نفس خم به جلوی کامل و بعد دستا رو میکشم به سمت بالا و رها میکنم. سرعت رو بالاتر میبرم، دم کشش به بالا، بازدم خم به جلوی کامل، دم خم به جلوی نیمه، قدم میزنم به پلانک، زانو زمین، سینه و چانه زمین، لگن آزاد، دم کبرا و بازدم سگ سر پایین. نفس میکشم، چند تا نفس توی سگ سر پایین میمونم، دستا رو به زمین فشار میدم، لگن بالاترین نقطه قرار گرفته، نگاه به سمت جلو، قدم ابتدای من، دم خم به جلوی نیمه، بازدم خم به جلوی کامل،
کشش به بالا و دست آزاد. دور بعدی دم کشش به بالا، باز دم خم به جلو، دم خم به جلوی نیمه و باز دم پلانک. چهارتورانگای کامل یا نیمه، دم کبرا، باز دم سگ سر پایین. چند نفس توی سگ سر پایین میمونم. دم و باز دم. نگاه به سمت جلو، قدم ابتدای مد، دم خم به جلوی نیمه، باز دم خم به جلوی کامل، دم دست کشش به سمت بالا و باز دم رها میکنم. دور آخر دم کشش به بالا، باز دم خم به جلو، دم خم به جلوی نیمه، باز دم قدم به عقب. چهارتورانگای کامل یا نیمه، کبرا یا سگ سر بالا و سگ سر پایین. نفس میکشم، دم و باز دم. نگاه به سمت جلو، قدم ابتدای مد، خم به جلوی نیمه، خم به جلوی کامل و کشش دستا به سمت بالا. دستا رو آزاد میکنم. سیکل بعدی رو شروع میکنم. دم صندلی یا اوتکاتاسانا. چند نفس میمونم توی صندلی، لگن به سمت عقب، داخل رانها به هم دیگه فشار و خم به جلوی کامل. چند نفس توی خم به جلوی کامل میمونم. سیکلای اول رو نگه میدارم، خم به جلوی نیمه، پشت صاف، بدنم با سیکل آشنا بشه، آماده بشه، قدم به عقب، پلانک. چهارتورانگای نیمه یا کامل رو چند نفس نگه میدارم. بعد میرم به کبرا یا سگ سر بالا، قفسه سینه باز و بعد به سگ سر پایین. پای راست رو بین دستام قرار میدم، پای چپ پاشنه پا روی زمین، دست کشش به سمت بالا، جنگجوی یک. نفس میکشم، نگاه به انگشتای شستم. دستا برمیگرده کنار پا برمیگرده عقب، شونه جلو و توی وضعیت چهارتورانگای نیمه یا کامل قرار میگیرم. دم کبرا یا سگ سر بالا، باز دم لگن به بالا، سگ سر پایین. نیمه رو عوض میکنم، پای چپ بین دستا، پاشنه پای راست روی زمین، دست کشش به بالا، جنگجوی یک. نیمه سمت چپ. نفس، دستا میاد کنار پا، برمیگردم به پلانک. چهارتورانگای نیمه یا کامل، کبرا یا سگ سر بالا، دم و باز دم سگ سر پایین. چند تا نفس اینجا میمونم. نگاه به سمت جلو، قدم یا پرش ابتدای مد، خم به جلوی نیمه و خم به جلوی کامل. برمیگردم به وضعیت صندلی. چند تا نفس اینجا میمونم و از حرکت خارج میشم. سیکلم رو بی‌نیاسان میکنم به سرعت بیشتر. دم صندلی، باز دم خم به جلوی کامل، دم خم به جلوی نیمه، باز دم پرش به عقب، چهارتورانگا و سگ سر بالا، باز دم سگ سر پایین. پای راست بین دستا، پاشنه عقب روی زمین، دم جنگجوی یک، باز دم دست کنار پا، برمیگردم به پلانک و چهارتورانگا، دم سگ سر بالا و بازدم سگ سر پایین. پای چپ جلو بین دستا، پاشنه عقب روی زمین، دم جنگجوی یک، بازدم برگشت به پلانک و چهارتورانگا، دم کبرا یا سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. نفس میکشم، دم و بازدم. نگاه به سمت جلو، قدم یا پرش ابتدای مد، خم به جلوی نیمه و خم به جلوی کامل، دم صندلی و با بازدم رها. دور بعدی دم صندلی اوتکاتاسانا، بازدم اوتان، خم به جلوی کامل، دم خم به جلوی نیمه، پرش به عقب چهارتورانگا، سگ سر بالا و سگ سر پایین. پای راست جلو، پاشنه عقب روی زمین، دم جنگجوی یک، بازدم پلانک و چهارتورانگا، دم سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. پای چپ جلو، دم دست کشش به بالا، جنگجوی یک، بازدم دست کنار پا، چهارتورانگا، سگ سر بالا و سگ سر پایین.
چند نفس توی سگ سر پایین استراحت و نگاه به سمت جلو. قدم یا پرش ابتدای متن. دم خم به جلوی نیمه، بازدم خم به جلوی کامل، دم صندلی و دستا رها. دور آخر به سیگلم حرکات اضافه میکنم. دم صندلی، بازدم اوتان، دم خم به جلوی نیمه، بازدم پلانک و چاتورانگا، دم کبرا یا سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. پای راست جلو، پای چپ کف پا روی زمین. دم جنگجوی 1. نفس میکشم، چند لحظه اینجا میمونم و بازدم جنگجوی 2. لگم باز، دست تو مسیر شانه. چند نفس هم جنگجوی 2 میمونم. کف دست جلو به بالا، بدنو میکشم به عقب، جنگجوی برتر و با بازدم بر میگردم یا ساعد روی ران یا دست داخل پا روی زمین. دم کشش به عقب، بازدم دستا میاد کنار پا، برمیگردم به پلانک. میتونم چند تا تکرار چاتورانگای نیمه یا چاتورانگای کامل رو انجام بدم. فرم درست اینجا خیلی مهمه. 2 یا 3 تا تکرار انجام میدم و بعدش به سگ سربالا یا کبرا میرم و برمیگردم به سگ سر پایین. نیمه رو عوض میکنم. پای چپ بین دستا، کف پای عقب روی زمین، دستا کشش به بالا، جنگجوی 1، دم و بازدم و جنگجوی 2. نفس میکشم توی جنگجوی 2، دم کشش به عقب، جنگجوی برتر، پایین تنه ثابت، بازدم مثلث 90 درجه، دست روی ران یا روی زمین. دم کشش به عقب و بازدم دستو بر میگرده کنار پا. چاتورانگای نیمه یا کامل رو دوباره تکرار میکنم برای 3 تا 5 تا تکرار. خیلی مهمه که وقتی برمیگردم فرم بدنم درست باشه و توی کمرم خیلی قوس نندازم. دم کبرا سگ سر بالا و بازدم سگ سر پایین. اینجا دیگه تقریبا سیگلم تموم شده. چند تا نفس توی سگ سر پایین میمونم و بعد زانو روی زمین و در وضعیت سجده